همین آهنگ دلنشین در صحنه تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی مراسم باشکوه جایزه سپاری به غالبان دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را افتتاح بخشید. در آغاز معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری سخنرانی نموده اشتراکچیان و غالبان دور نهایی آزمون را از نام سرپرست آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تبریک و مبارکباد گفت. ذکر شد که در سال روان در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از سراسر جمهوری 593 نفر اشتراک نموده، از این شماره 132 نفر غالب آمدند. بعد از سخنان افتتاحی مراسم قدردانی غالبان شروع شد. بهترین های دور نهایی در 7 نامیناسیا متماتیکا، فیزیکا و استرونومیا، خیمیا، بیولوژیا، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی و اختراعکاری و نوآوری با جایزه ها سرفراز گردانیده شدند. در دور مکتبی سزاوار جای اول گشتم، در دور دوم یعنی در دور نهایی سزاوار جای اول گشتم، در دور شهری باشد سزاوار جای سوم و در دور جمهوری آزمون یعنی دور چهارم سزاوار جای دوم گردم. و من مینداری خود را به پیشوای ملت امامعلی رحمان میرسانم که با ما چنین آزمون ها را پیشنهاد کرده است و ما میتوانیم دانش خود را صیقل دهیم. باید گفت که از 132 نفر غالب دور نهایی آزمون 22 نفر سزاوار جای یکم، 44 نفر سزاوار جای دوم و 66 نفر سزاوار جای سوم گردیدند. شماره جایهای افتخاری از روی هر نامیناسیا 6 عدد را تشکیل نمود. همین گونه به غالبان جایهای سوم 15000 سومانی، جایهای دوم 25000 سومانی و به جای یکم 35000 سومانی تحفه پولی و جام و افتخارنامه ها تقدیم کرده شد. سال دوم است که در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از روی نامیناسیای بیولوژیا اشتراک کرده ایستادم. خوشبختانه امسال در دور نهایی این آزمون سزاوار جای دوم، در دور شهری سزاوار جای دوم و در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت سزاوار جای اول گشتم. مینداری خیش را سراول به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که با دستگیری های پیوسته و غمخواری ایشان است که ما می توانیم در این آزمون ها اشتراک کرده دانش و ملکه خود را سنجیم و صیقل دهیم. اشتراک نمودن در چنین آزمون های جمهوری از قبیل علم فروغ معرفت فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من برای هر یک نفر خوب این افتخار به حساب می رود و برای آنهایی که در این آزمون غالب نگردیدند گفتن می خواهم که رو افتاده نشوند و کوشش و تلاش های خویش را باز هم دوچند نمایند تا اینکه در سالهای آینده حتما غالب برآیند. طبق نظامنامه آزمون آموزگاران خوانندگان غالب نیز قدردانی شدند. به هر کدامی از آنها به مبلغ 10000 سومانی تحفه های پولی تقدیم گردید. سال دوم است که غالبان آزمون در بین خوانندگان مؤسسه‌های تیپ نو، لیسه و گیمنازیاها و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در علاهیدگی دایر می شود. 3 سال است که در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک میکنم و خوشبختانه امسال به من مشرف شد که در سطح جمهوری یعنی در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از نامیناسی متماتیکا سزاوار جای اول گردم. من سال دوم است در این آزمون علم فروغ معرفت اشتراک کرده. در سال یکم باشد سزاوار جای نگشتم و در پیش خود مقصد گذاشتم که در سالهای بعدی در این آزمون اشتراک کرده جایهای نمایان را سزاوار گردم و بالاخره من در این سال یعنی در سال 2024 در آزمون علم فروغ معرفت نامیناسیای متماتیکا اشتراک کرده در جمهوری سزاوار جای اول گشتم. باید گفت که آزمون مذکور در پرتو برنامه دولتی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سالهای 2020-2040 از روی 7 نامیناسیا میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌ها با علاوه نمینه اختراعکاری بین عالمان و محققان سن و سال گوناگون برگزار می شود و نتیجه ها سال از سال بهتر و خوبتر به نظر می رسند. یادآور میشیم که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی شده. سال چهارم است که با مقصد رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیک و تکنولوژی،
тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо баргузор мегардад.